دانشمندان گمنام کشورمون رو بشناسید. دانشمند ایرانی که 5 سال در ناسا بود و مشکل ناسا رو حل کرد. وقتی که سوئد، آمریکا و ژاپن بهش پیشنهاد کاری دادن، اون ایران رو انتخاب کرد. وقتی هم که ایران اومد، همه بهش میگفتن تو بهت میخوره که راننده مینیبوس باشی و باور نمیکردن که ایشون کسی باشه که بزرگترین مشکل تاریخ ناسا رو برطرف کرده. پروفسور رحمت الله قدیمی چرمهینی یکی از نخبگان و دانشمندان ناشناخته ایرانه که مدرک دکترای مهندسی مکانیک خودش رو از دانشگاه آمریکا گرفت و به مدت 11 سال در آمریکا زندگی کرد و 5 سال هم در ناسا بود. شاتل چالنجر دومین فضاپیمای سازمان فضایی آمریکا ناسا بود که در سال 1986 با یک پرتاب ناموفق در آسمان منفجر شد و تمامی 7 سرنشین فضاپیما کشته شدند و تنها کسی که تونست شاتل را ابیابی کنه دانشمند ایرانی بود که اسم اون مثل یک ناجی در ناسا ماندگار شد. این دانشمند بزرگ ناسا علیرغم پیشنهادهای ژاپن، سوئد و آمریکا به ایران برگشت تا به کشورش خدمت کنه، ولی کسی از اون استفاده نکرد و با بی‌محلی به خودش و بعد به اختراعاتش این دانشمند بزرگ کشورمون در کارگاه ساده‌ای مشغول به کار شد. یک جمله برای این دانشمند گمنام کشورمون تو کامنت ها بنویسید. برای دیدن پست های جذاب پیج فکت‌روز رو فالو کنید.